اول ما رحمتی کاود خودی گوموشون التماس یگون کسبو شای اردن بیو التماس اینجا جماعت موج خرف ناحیه نورآباد است که شام 18 می شاهد باران‌های سخت و آمدن سیل شد. سلام علیکم مردم زارون. اینجا یک دهه دیگر ناحیه نورآباد است. ساکنان میگویند که چند سال اخیر چنین باران را ندیده بودند. نگاه کنید. اینجا نگاه او چیرا. همه جور حوضای. خیلی اساسی خیلی بارون بردگی نبود. مردمی در غریبه در قزارون دعا کنه که با خدا کنه میدونم خداوند که عاقبت چه بخیر بیاره و خیلی استراش میاد. تندر زده سر. بیست. در نوارها دیده می شود که مردم محله خودشان برای برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی تلاش دارند. ساکنان میگویند که مقامات به کمکشان نآمدند. یک مسئول جماعت موج خرف ناحیه نورآباد در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت سیل شب 18 می راه اساسی دهه آهنگران را قریب 2 ساعت بست. این مسئول گفت ضرر رسیده به خانه‌های ساکنان را حساب دارند. کمیته حالات فوق‌العاده درباره این حادثه و ضرر آن تا حال خبر نداده است. اینجا ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختلان است. به گفته مؤلف این نوار شمال سخت باعث کنده شدن سیم برق و همین طور آتش گرفتن گندمزار شد. این مردم شب بارونگری شمال آفت طبیعی کریشه دوم نیست گراو زود دومی گراو زود کریشه شوید پارونده برده ایدونده 50 تا خانه. این محله در ناحیه فردوسی و در کنار دوشنبه جایگیر است. کمیته حالات فوق‌العاده درباره ضرر این آفت طبیعی خبری نداده است. از آغاز ماه می گرفته تاجیکستان شاهد آفت‌های طبیعی مرگبار شد. از جمله روزهای یکم چهارم می در پی آمدن سیل حداقل 4 نفر در شهرهای کولاب و ترسونزاده به هلاکت رسیده، 5 کس دیگر بستری شدند. صدها خانواده در سراسر کشور زیان مادی دیدند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.